دانش آموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین جنابی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید. با تشکر. ساکت. نظم کلاس حفظ کنید. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنید. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. از چه سوال نیست. فهمیدی؟ فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف بزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی منزی سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخت تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به 4. همه تو میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونی 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخواد تو برگردم. چکشه بابا ای میخوای همه اونجا در سر بندازی. خیلی اصلا مشترک میاد پدرش در میاره. این دانش آموز فکر کنه از هم بهتره. خیلی روش داره. فکر ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه هستند. الگوی این مدرسه هستند. یه ذره از اینا یاد بگیرید. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا پسر. حالا حاضر جمع میشه. کتاب سعی بنویس. این آخرین فرصت. دیگه هم هست که درسی میزنم بشه. نگاه کن ببریم بیرون.
دفتراتون رو باز کنه بنویسید. 2 علاوه 2 مساوی 5. همینطور که می‌نویسین تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار.